آگاهی استان لحظه روبرو شدن یکی از قربانیان. آره خودشه. من قشنگ یادمه چهرش. وای خدا. اتهامات بسیار مهمی روبروی این سه نفر قرار گرفته. یادت هست داشتی با من چی کار میکردی؟ مهمترین اتهام تجاوز به عنف. راضیم بمیرم فقط. ولی دیگه فکر کنم خیلی دیر شده. آنقدر موضوع حساس است که به دستور دادستان چهرهایشان بدون هیچ گونه پوششی پخش می شود. شما با من چی کار داشتی میکردی؟ شما داشتی با من چی کار میکردی؟ اونها ابتدا خودروهای مختلف رو سرقت میکردند. صبح من ساعت 5:15 از تو خونه در اومدم بیرون، ماشینم رو روشن کردم. حدود 2 دقیقه بعدش با چوب اینا حمله کردن به من و سپس با خودروهای سرقتی به سراغ تومه هایشان میرفتند. ساعت 10 سوار میشدن، بعد میرفتیم سمت صفادش. التماسشون میکردم. اون آقا میگفت بریم همون بیابونیه. حدوداً 2 هفته است که این سرقت‌ها به پلیس آگاهی واصل شد. سرانجام این افراد شناسایی شدن. با اقدامات شبانه روزی سرانجام دیشب ساعت 1:30 شب این افراد دستگیر شدن. ماشین منو بردین جهنم. چطوری شما یه چنین حرکتی رو انجام دادین؟ تجاوز به زن و بچه مردم؟ تا کنون 3 مورد تجاوز به عنف، خیفگیری، زورگیری و 10 سرقت خودرو و لوازم داخل آنها در پرونده شیطانی اینها ثبت شده. متهمین تا تکمیل پرونده و احتمالاً شناسایی شکات جدیدتری در اختیار پلیس آگاهی استان البرز قرار دارند.